باشه، من کینگ گیمر هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جنگ جاریه دیگه. عشقای داداش، همونطور که از تابنیل و تایتل ویدیو متوجه شدید، داخل این ویدیو قرار بدیم با هم دوباره مثل همیشه یه سری آیتما که به زودی قرار داخل گیم بیان رو با هم دیگه ببینیم، بررسی کنیم، از گان ها گرفته از لباس باندل همه رو ببینیم. خیلی عشقی، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بزنید بریم که ویدیو رو ببینیم. بچه از اینجا که معلومه بچه ستار رو بنگرد خیلی خوب. بچه نگاه این انیمه، من انیمه فنم نیستم، واسه بچه هایی که انیمه فنن خیلی خوبه. البته این انیمه رو دوست داشته باشه. خوشگل خدایش بچه ها، یه فوتبالی طور یه چیز همین جوریه. بچه ها این ویدیو رو این داداشمون توی 2 پارت گذاشته، یه پارتش باندل و ایناست، یه پارتش گانایی که میاد بعدش. این 2 تا ویدیو رو هم 40 دقیقه ویدیوه. من نمیتونم 2 تاشو کامل بذارم، نصف 2 تاشو میذارم. اگه دوست داشتید توی پارت های بعدی خودمون میایم بقیه‌شو میبینیم، دوست هم نداشتید که هیچ. خب بریم ببینیم. این پایین ترش یه شلوارک یه جورایی. آره بچه ها، این هم انیمیشن داره. خوشگل خدایی. این یه کی میزنی، این آتیش بنفش میاد دورش، یه اسکلتی میاد پشت سرش. آره ست خوشگلی خدایش، من هستم اینو. اینم همونطوره، شماره 15 ولی آتیش دورش این نارنجی اون بنفشی. آره اینم خوشگله، هر دوتاش فکر کنم مثل همه. اون شماره 7 این 15. اینم میدوی یه چیز سبزی، گل گیاهه، یه چیزی میاد بیرون. اینم کیل میزنین. این کیل میزنین دیگه اسکلت، یه چیزی نمیاد، فقط یه آتیش سبز میاد دوره. ناکم همینجوری. آره همش همینه بچه ها. من این ست خیلی آشغاله خدایش، من این دوست ندارم. این چه ستیه؟ یه سری خیلی خوبه، یه سری هم خیلی زشته. الان این چیه خدایش؟ بچه ها خداییش نمیخوام کامنت کشی کنم، ولی شما اینو دوست دارید؟ بچه ها اینو نگاه. بچه ها خداییش این از 2 تای بالا خیلی خوشگل تره، واسه فیسش صورتش خیلی خوشگله. بچه ها یه سوال نگاه، این سته که پوشیده این سفیده ولی داخل اینجا نگاه کنی سیاهه، عجیبه. فکر کنم باگه، نمیدونم. بچه ها این سته 2 سته، میدونی چی میگم؟ فکر کنم تبدیل نمیشه ولی فکر کنم لولی باشه. 2 تا میشه. خداییش یکی از یکی خوشگل ترن 2 تاش. نگاه بچه ها گفتم دیگه. آره فکر کنم لولی باشه، نمیدونم حاجی خداییش. یا اینو بگیری هر کدوم که دوست داشتی میتونی بذاری. بچه ها این کفشه مثل کفش یوتیوبری نیست، خیلی شباهت داشت بهش. نه این نیه، نه. خب بریم داداش، بس دیگه، نشون دادی دست در نه. بچه ها اینو نگاه، خدا وکیلی. بچه ها به خدا اینا خیلی خوشگله، اینا خیلی خوشگله. من به شما میگم خداییش اگه میخواید جیم بزنید، اگه هم دارید خرج نکنید، اینا رو بگیرید. نگاه اینم مثل اون یکی 2 سته، یه دونه ست میگیری ولی 2 تا میگیری. فهمیدی؟ نه خودم هم نفهمید، ولش کن چی دارم میگم. بچه ها نگاه فیسش خیلی خوشگله، خدا وکیلی خیلی خیلی خوشگله. نگاه 2 تاست، یه ست میگیری 2 تا ست میبری. خوشگلی.
نگاه بچه ها، احساس میکنم سفیدش بیشتر از آبی خوشگل تره، یعنی سفیده بهتره. اینم انیمیشنش همون طوریه دیگه، یه ذره تندتر به جلو. بچه ها اینو نگاه کنید، اینم اپیک، اپیک خدا وکیلیش. اینم بد نیست، خوشگله. بچه ها این شاخهای انستاینا هستن میان با این لباس ها، این ست میپوشن میان بیرون، یا لباس راحتی زنونه. این خدایش خانوما دخترها اینو خدایش بگیرید، ست دخترونه این خوشگل خدایش. بچه ها اینو نگاه کن خدایا. بچه ها گارنا داره زحمت میکشه، خدایش یه جورایی داره واسه گیمش کار میکنه. بچه ها به خدا این کف یوتیوبریه، نگاه خدا وکیلی این یوتیوبریه، کف یوتیوبری مثل اون یکی نگاه سیاه و سبز، سبزابی بود یه چیز همین. خداییش اینه کف یوتیوبری جدید میاد داخل، اینم سایتی میاد بهتون میدم، قول میدم این سایتیه چون کفشش یوتیوبری. حالا ببینیم کی گفتم. خداییش کلاه، خب بالاتنشو، کلاهشو، ماسکشو، کفش، خب شلوار، همه جا خوبه، ولی کفشش و کلاهش خداییش خیلی عالیه، خیلی خوشگله. بچه ها از اینجا ببندیم، از اینجا ببندیم که ویدیو طولانی نشه، بریم سراغ یه ویدیو دیگه هستش. بچه ها اگه یادتون باشه اگه دیده باشید یه ویدیو گذاشتم که گانلودیا رو گفتم، این فاماس و یه سری گفتم اونا توی سرور خودمون نمیاد. الان میریم گانلودیایی که توی سرور خودمون میان و 3 سایت رو بهتون نشون میدم، بعدش میریم گانا رو میبینیم. صبر کنید الان میریم میبینیم. بچه ها بیام اینو هم ببینیم 3 سایتی که میاد. بچه ها این دنسه هستش که مثل این اسکیت هستش، مثل این اژدها و چه میدونم سفینه و مثل اینا، این اومده توی گیم. اینم دنس ورود به اسکواده. بچه ها نگاه 7 میلیون جم داره، من اینو میبینم فشار میکنم، فشار ویم داره داداش. بچه ها این خداییش خیلی خوشگله. من ایون جم ندارم، میدونم اگه اسپینم بزنم به اسپین آخر میکشه و جمامون رو هدر میده، نمیده خدا وکیلی. این 1,900 تقریبا 2K میخواد. بچه ها خداییش خیلی خوشگله، مخصوصا اینجا که میاد با اینجاش داره راه میره میاد پایین، یعنی از این. بچه ها 3 گان لولی که میاد داخل، این وودپکر، تامسون و گروزا، این 3 به صورت قطعی میاد داخل. گفتید اون دفعه هم گفتم که توی همین سایت میاد، یکیشو انتخاب میکنین میگیرید. احتمالا خودم هم یکیشونو بگیرم، ولی بچه ها لطفاً به ام بگی که کدومو بگیرم. فول اسپین هم میبره، ولی خب احتمالا 1-2 هفته بگذره تا بگیرم، چون تا جمای هفتگیم جمع بشه میبره، زمان میبره. اینم توکن بیلاخیو میده. ولی بچه ها من خودم خیلی وودپکر رو هستم، چون وانشات هم میزنی تبدیل میندازی، خوشگله. بچه ها از اینجا هم دیگه هیچی، بریم داخل ویدیوی بعدی که از اونجا کل گان هایی که به زودی میاد داخل گیم رو با هم دیگه ببینیم. بریم سراغ ویدیوی بعدی. بچه ها اینجا هم همینطور که میبینید، من دیگه پاوراشو نمیخونم، خودتون ببینید خوبه بده هرچی، من فقط نظر میدم خوشگله یا هرچی. این خدایش بد نیستش، خوبه. این امپیچله میاد داخل، این بچه ها بد نیستش، خوبه. اینم بد نیست. خب آتیشی فکر کنم توی باکس ها بیاد. این دبل کتم هستش، یه قرار بود توی بویاپس بیاد،
فکر کنم هم میاد ویدیویی که گذاشتیم دروغ نیست بچه ها. آره فکر کنم توی نمیدونم این مایتابه هم میاد داخل. اینم خوشگل خداییش بد نیستش. خب برو داداش برو. این اسکین چاقو هم میاد داخل که هیچ پاوری نداره، آتیشیه، خوشگل بد نیست اینم. خب از اینجا به بعد این اسکین چماقه هم میاد داخل. این هم خوبه بد نیست، زشته یکم ولی به درد میخوره. حالا بچه ها اینو نگاه، اسکین تامسون ببره، خدا وکیلی بچه ها این وقت گذاشتن اینو طراحی کردن. بچه ها تو رو خدا اینو نگاه کن، قدرتاش خیلی به درد نمیخوره ولی خداییش نگاه. بچه ها این فکر کنم گان لولی باشه. نگاه انیمیشن داره، مثلا نگاه بچه ها یکی رو میزنین علامت کیده میاد و پنچه ببره. نگاه این داداشمون نگفته گان لولی ولی خودم میگم شاید احتمالا این گان. ولی بچه ها خیلی خوشگله، خدا وکیلی خیلی خوشگله. اینو بگیری اینو بذاری قدرت تامسون لولی. توپ نگاه از دهنش آتیش میاد بیرون بچه. حالا نمیدونم شاید هم گان لولی نباشه توی سایت بیاد، نمیدونم خداییش. خب گانهای بعدی چی هستش بچه؟ این 4-5 تا گان پایینی خیلی خوشگل هستش، نگاه کنید. ایسی 80 2 خط نفوذ به وست داره و 1 خط دمیج. این توی بیار رنکت خیلی به درد میخوره. داداشای فشاری بگیرید عشق کنید، با 2 تا تیر یارو میزنه. اینم G18 اسکین میاد واسش. اینم 2 خط رنج و ریت آف فایر. خیلی خوب نیست، بد نیست، خوبه ولی خیلی خوبم نیست. خب اینجا گروزا بچه ها تو رو خدا اینو نگاه کنید چقدر خوشگله حاجی. گارنا پدر سگ این چیه بچه ها؟ خداییش اگه گارنا واسه همه گانا همه صدا اینقدر که این مدت زحمت میکشه و کار زحمت چیه وظیفه‌ش رو انجام میده بچه ها. خداییش انقدر تلاش میکرد گیمش خیلی بهتر بود. این شاتگان کوچیکه هم میاد، تپانچه بگیم، 2 خط ریلود اسپید. خب این بچه ها این خودش زود ریلود میکنه. خب خوبه حالا ولی این باید چی بهش میگن رنج داشت بچه ها، دورتر بزنه، خیلی خوبه. اینم اسکین پلاسما بود و این اسکینم میاد. این چیه؟ اسویدیه بچه ها. خداییش این گیم باید یه گان لولی واسه اسویدی بیاره. مثلا اسویدی چی ارزم به حضور منور و شریفتون یه دونه گان لولی واسه دلول خیلی خوب با پاورای خوب بیاره. دلول پاورش خوبه بد نیست ولی خیلی خوبم نیست. اسکین کاتانای اون بالایی بیزون بود فکر کنم. آره داشتم حرف میزدم ندیدیم. اسکین کاتانه خدایش اینم خوشگله بچه ها، اینم بد نیستش. خب یکم دیگه ویدیو رو ببندیم چون فکر کنم ویدیو داره طولانی میشه بچه ها. پارتای بعدیش هم میذارم واسه تون عشق کنید. اگه درخواست باشه بخواید بذارم، اگه هم نخواید خب هیچی. اینم اسکین قمه هستش بگیم خودمون. اینم خوشگله ولی نمیدونم این چرا 2 تا از این آورده بچه ها. نگاه 2 تا آورده. اینم اسکین چماقه هستش. اینم اصلا خوشگل نیستش. خب بعدی این اسکین چاقوه هستش، خیلی خوشگلی. خداییش از حق نگذاریم، خداییش خوشگله بچه ها.
نه خدایش اینم خوشگله. اسکین کاتانا و بعدیشو ببینیم و ویدیو رو ببندیم دیگه. بچه ها اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی، لایک نکردی، کامنت نذاشتی و سابسکرایب نکردی، خداییش خیلی زشته. ما اینجا داریم زحمت میکشیم. عشق داداش اینم کاتاناه هستش و دیگه همین. خب عشقای داداش خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید، لایک کردید، اگرم نکردید بکنید، کامنت گذاشتید، اگه نذاشتید بذارید، سابسکرایب کردید، اگرم نکردید سابسکرایب کنید، عشق خودتونه. اگرم دوست داشتید نکنید خب نکنید. خب داداشیای گل اگه دوست داشتید پارت بعدی رو هم بذارم و ببینیم چیای میاد داخل گیم. فکر کنم ستای خیلی خوشگلی باشه بچه ها، چون تا اینجا خداییش هرچی دیدیم خوب بوده. یه سریال چرت و پرت بوده ولی خداییش خوبه، بد نیست. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو جدید و خفن دیگه میام پیشتون. خداحافظ.